وقتی افطار کردن اند فلیفطر علی تمر، یعنی افطار چی بکنند میگوید علیه الصلاة و السلام نام تمر با تمر خرما با مونده چی یعنی تمر هیو رطب های، یعنی چی میگوید علیه الصلاة و السلام تمر با، یعنی چی کنند میگوید یعنی روزه افطار یعنی تمر با. اگر میگوید تمر که نیافت یعنی خرما، یعنی مونده تمر خرمای خشکش رطب ترش. اگر خرمایی که نیافت چی به افطار کند؟ آب، برای که آب چیه؟ طهور، تازه. آب طهور، آب چی هست؟ یعنی تازه هست، یعنی میشد، یعنی اصل باید که به خرما کند. اذا افطر احدكم فلیفطر، فلیفطر چی اینجانده؟ امر والامر یقتضی، یعنی معنیش با خرما افطار کردن واجب اصلا میخیر، ظاهرش هم میخیر. گفتیم که والامر یقتضی الوجوب الا ان صرفه صارف. طيب اینجا اند حاضر اصل چی وای واجب، لیکن ما میگیم که نه، مستحب با خرما افطار کردن مستحب. تو خیلی شما امر مستحب بردید، اینجا واجب بگو، شما مستحب گفتید، برای که تعریف ما دیگه حدیث انده. رسول صلی الله علیه و آله و سلم میگوید که حدیث ابن خدیمند اومده گشنده، یعنی رسول صلی الله علیه و آله و سلم نم اذا شاء، یعنی نبی صلی الله علیه و سلم ان وجد احدكم تمرا فلیفطر، نم فلیفطر علیه، یعنی اگر که یافت، دیگه روایت انده که اگر که خواست، اگر که چی میشه، یعنی اگر که خواهد، اگر که چی شود یعنی خواهد، همین به مشیعه دلالت میکند که دن چی بدهد، یعنی مستحب بدهد. همین به کذالک، یعنی گفتم که یعنی شواهد حدیثه میگوید که انس میگوید که کان النبی صلی الله علیه و سلم بالشتاء یفطر علی التمر و بالصيف یفطر علی الرطب. رطب کدوم وقتا نمیشد؟ صیفند. اگر صیفند تابستانند علیه الصلاة و السلام روزه دارد، رطب یعنی خرمای ترک چی میکرد؟ افطار میکرد. اگر زمستان بود، زمستاننده به چی میکرد؟ با خرمای خشکش میکرد. فهمدید؟ اذن این دلالت کرد که بهترین یعنی وقتی افطارنده یعنی چی؟ با خرما باید که روزه اکشا دادم. با خرما که یعنی اصل چی های؟ ترک نباشد، خشکش. اگر خرما نباشد با آب یعنی با چی باشد؟ میشد یعنی.